خیلی سرده امروز. اینقدر سرده نمیشه ایستن کاری بکنیم. امروز هم وقتی از خواب بیدار شدم و آماده شدم و رفتم به سمت مغازه، با خودم گفتم چون که هوا سرده شاید مشتری نباشه، تا اینکه با این صحنه مواجه شدم. 3 تا ماشین اول صبحی قبل که من برم دم در مغازه بودن. هوا منفی 200، خیلی سرده، اصلا نمیشه بیرون وایساد. بریم سریع یه کلاه چیزی بندو زدیم سرمون، ولی اینقدر سرده اصلا بیرون نمیشه وایسیم. خب این پرایدی که الان داخلش هستیم، بچه‌ها قبل اینکه ما بیایم صندلیشو باز کردن، قراره که یکی از صندلیاش تعمیر بشه. انگار که حالت متاسفانه ما تو این هوا اینو تعمیرش کنیم تا اوکی بشه. من وقتی داخل این ماشین رو دیدم گفتم ما با این یه بار باید کامل بریزیم بیرون، بعد دوباره نصبش کنیم. ولی خب دیگه فقط صندلیشو باز کرده بودن و یکی از پایه‌هاش، البته پایه‌های پشتیش شکسته و قرار بود که جوشکاری بشه. بعد از اینکه جای دقیق شکستگی رو پیدا کردیم یه جوشکاری انجام دادیم که این صندلی اوکی بشه و اینکه تا اینکه اوکی میشه من برم سراغ بعدی. همزمان با این پراید یه ماشین اومده بود SLX، ظاهرا که همه چی اوکی بود. من هر جاشو نگاه می‌کردم چیزی نمی‌فهمیدم، تا اینکه گفتم که باید سقفش باز بشه و همینجور که می‌بینید سقفش کاملا سالم. تا اینجای ویدیو که با هم همراه بودید دکمه لایک و سابسکرایب رو بزن، نوتیفیکیشن هم فعال کن که برات بیاد. البته زنگوله رو فعال کن که نوتیفیکیشن برات بیاد. خیلی مخلصم. بریم بقیه ویدیو رو ببینیم. خیلی سرده. طور که دیدید صبح اومدیم مغازه و قرار بود 3 تا ماشین تعمیر بشه، یعنی 3 تا ماشین جلو مغازه بودن. ولی خب از این 3 تا ماشین کلا 2 تاش کار داشت. یکی اون پرایده اونجا، یکی همین ماشین که خودت ادعات میشه که میتونی ضبط و اینا ببندی. چه فاصله ای گذاشت. نه آقا صداش خوبه. همینطور که داشتم مسخره باز میکردم سریع رفتم سطل رو بردم، کل آچارا رو ریختم توش، البته پیش گوشتی ها، رفتیم سراغ کار. خدایی ببین اصلا امروز اینقدر سرده نمیشه ایستن کاری بکنیم. خب قراره این سقف رو بیاریم پایین. خب برای چی؟ دلیلش رو بهتون میگم. یه اتفاقی براش افتاده که مجبوره، حالا سقفش سالمه مجبوره اینو در بیاره. اصلا این اتفاق از همینجا معلومه. ببین دست میره اینجا. رفتن بالای سقف نشستن، این یکی که اومده پایین از بالا. همه برای صافکاری، به خاطر همون اینجا دیگه همیشه کنار دستتون یه دونه از این قنچه‌ها داشته باشید. قنچه خب این سطل فکر کنم یه 7-8 سالیه داره کار میکنه. خیلی خوبه. وسیله‌های دیگه خیلی بیشتر کار میکنه. همیشه با این سوکت ها من مشکل داشتم. همیشه. بابا چه خبره بابا. آشغال بچه طول بده، نمه 2 دقیقه daha چرا. سلام استاد. طول بده. آشغال بده. تا آشغال. این هم از صافکارهای ما. میگه تا عصری این ماشین رو طول بده، الان نفرستی بیاد. دستگیرها کلا باز شد، این جلو هم باز شد، میمونه ستونای بغل و این داستانا. ستون بغل هم باز کنیم، سقف رو میاریم پایین. انقدر که مشغول این ماشینه بودم پرایده کلا رفت، یعنی بچه‌ها دمشون گرم کاراشو سریع انجام دادن، پرایده کلم رفت. خب حالا مونده کارا اینو انجام بدیم تمام بشه، اینم برسه. سخته اینم دیگه داره آخرش باز میشه. یه چیزی نمونه. چون هنوز کار این تمام نشده. این دنا هم
اومده ببینیم کارش چیه. خدایا همونطور که بهتون گفته بودم این یه قسمتش نشستن و ضربه زدن، یه مقدار ستونه همت داخل کش شده و یکی رفته داخل. بالاخره سقف آوردیم پایین و دیگه این ماشین کاری باش نداریم تا اینکه بره بیاد تا سقفشو ببریم بالا. همزمان همه این کارا که داشتیم انجام میدادیم بسته پستیمون هم اومد رسید. حالا دنا کارش چی بود؟ دنا هم یه دونه روکش میخواست که خیلی هم دوست داشتش که روکشش خوب باشه و اینا. رفتیم در حال باز کردنش بودیم، صندلیاشو کامل باز کردیم، ببریم داخل مغازه خیلی محکم و سفت این روکش‌ها رو ببندیم که مشتری عزیزمون ازمون راضی باشه. آقا میخوام یه نکته در مورد ماشین دنا بهتون بگم. خب نکته چیه؟ وقتی که باز کردیم اینو کامل، میخوام اینو بهتون بگم. این زیرپایه‌ها رو میبینید؟ خب الان هر جای بری خب این زیرپایه‌ها هستش، ولی خب هر ماشینی مخصوص خودشو داره این زیرپایه‌ها رو. خب چیزی که می‌خواستم بگم چی بود؟ این بود که این کفپوشا خب برای ماشین‌های دنا خب یه سری فقط مخصوص برای خودش هست. چی کفپوشش؟ آره یه سری مخصوصه، ولی برای سمند و 450 و پرشیا اینا سه بودیاش به دنا میخوره. خب حواستون باشه گولتون نزنن سر این موضوع. خب به خاطر اینکه مثلا قیمتاش حداقل 400 500 هزار تومان فرق میکنه. خب 400 500 هزار تومان فرق میکنه و اینکه مراقب باشید که کفپوش 450 بعد سمند و اینا رو بهتون به جای کفپوش دنا ندن. خب دقیقاً از همینجا معلومه. این گوشه رو ببینید از اینجا قشنگ معلومه که این کفپوش 450. خب ولی خب عقباش میخوره، ولی اون یه تیکه قشنگ معلومه اون یه تیکه چجوریه. جلو هم دقیقا همینجوری. حالا خوبه این گاز ما داریم، یعنی اگه این گاز نبود از سرما میمردیم. عین برق که هر روز میبرنش داستان میشد برامون. خب روکشایی که انتخاب کرده بود روکشای درجه‌ای که طرح سناتور بودش که طرح چوب هم هستش، کناراش به داخل ماشین میخورد و چرم و مخمل بود. داخل دنا هستیم بچه‌ها، مشغول نصب صندلی کوچولو. روکش اینا انداختیم، روکشای عقبش هم تکمیل کردیم، بیاریم نصبش کنیم و روکشای جلو هم ببندیم و بیاریم اوکیش کنیم. خب بعد اینکه اوکی شد حالا که بریم بقیه کارا رو انجام بدیم ببینیم چه خبره. همین جوری داره شلوغ میشه. همین صندلی عقبش تموم شد. صندلی عقب دنا رو نصب کردیم کاملا. این تموم شد. صندلی‌ها جلو هم ببندیم، بریم سراغ کارهای دیگه که یه کار خیلی باحالی اومده برامون. باحال که برای شما باحاله، برای من این سرما باید این انجام شد. این ماشین 450 اومده. خب کلا تعمیرات داخلش کلا صفر تا 100 دیگه، یعنی سقفشو باز کرده، رو دریاشه، بعد دیگه کلی وسایل اینا میخواد. آره بریم اینم نصبش کنیم، اول این تمام بشه تا اونم کاراشو انجام بدیم و یا علی. همزمان که داشتیم این کارا رو تمام میکردیم یه ماشین اومد، یه ساینایی بود، بهش گفته بودن که آینت باید کامل عوض بشه، ولی من بهش گفتم که من درستش میکنم، تعمیرش میکنم برات. آچارا رو برداشتم با خارکش که برم این آینه، این وضعیت این آینه بود که بهش گفته بودن که این دیگه تعمیر نمیشه و یه دونه آینه کامل بگیری، ولی خب من تعمیرش میکردم. بعد از اینکه آینه رو باز کردم به بنده خدا وقت نداشت، گفتم که بره بعد از ظهر بیاد. حالا نوبت دنا بود که دیگه دنامون هم تموم شد. اینم از روکشای جلو و صندلی‌ها هم بستیم کامل، اینم از روکشای عقبش. ساعت فکر کنم 4:30 ولی انگار که شبه، انگار که عصره. خب فکر کنم شما هم دقیقا این مشکل رو دارید، برقا رو هر روز این تایم میبرن یه 2-3 ساعتی، همه این مشکل رو دارن. یک کافی بزنیم بریم سر کار. من اومدم آینه ساینوها رو برداشتم آوردم خونه که تو خونه تعمیرش کنم. بعد دیگه
که بنده خدا مشتری اومد معطل نشه تو مغازه. ولی دیگه چون که برق رفته بود، شاید بگید الان چرا اینجا برقه، چون من جلوی پنجره وایسادم، پنجره نور میخوره. مشتریه بنده خدا بیاد باید منتظر باشه، چون برق نیست و سشوارمون کار نمیکنه متاسفانه. باید صبر کنیم تا برق بیاد. برقا که اومد سشوار رو زدیم و آینه رو جدا کردیم کامل و شروع کردیم به تعویض قطعاتش. قطعاتی که شکسته بود اینا بودن، اینا رو عوض کردیم. تماس گرفتیم که بنده خدا بیاد، اومدش و الان هم بریم نصبش. آره این آینه رو هم نصبش کردم که دیگه حرف و حدیثی باقی نمونه ها. من از آینه با همه سرد بودنش و همه سختیاش تموم شد و اکثرا کارا رو انجام دادیم. فقط یه ماشینی که پژو صبح اومده بود اون مونده، اونم میمونه برای فردا که کاراش انجام بدیم. امیدوارم که از ویدیوهای من خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی مخلصیم.